با نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندای عزیز کانال هراتبورگ، برنامه شام غریبان. بینندای نازنین، تشکری میکنیم از برادر گلمان نصار احمد جان رحمانی از کشور آمریکا. به مبلغ 16800 افغانی پول نقد روان کردم به 250 نفر که ما به 2 مسجد غذا جور میکنیم، سفره افطاری، فقط کمکی برای مردم مستضعف. بینندای نازنین، امشب شب 21 نصف غذا امشب جور میکنیم انشالله. همه پلاو و خدا واسه قرمه چیزی جور میکنیم دیگه، خود خورما و نون خشک و آب و معدنی اینا. تشکری میکنیم از تمام بینندای عزیز، کسایی که بزی کار کمک میکنن، بزی مسکینا کمک میکنن. خداوند اینا با آخرت و آخرت مزد بده. بینندای نازنین، همراه ما باشیم. انا فقط ما یواش یواش تا که خود دلچینی بچی خوب میرم به خیر خوشی رو به سمت بازار که همین سودار بگیریم و انشاءالله انا بدیم دست آشپز که پخته کنم. همراه ما باشیم. شب 21 که انشاءالله با مسجد از این مسجد غذا آوردیم و انشاءالله برای نمازگزارا توزیع میکنیم. فردا شب هم به یک مسجد دیگه 110 120 نفر به هر مسجد نصار احمد جان بلوچ غذا کمک کردن. تشکر از شما خوشمند. تا آخر ویدیو همراه باشید.
بینندگان نازنین بازم تشکر میکنیم از نصر احمد جان کشور امریکا که زحمت کشیدن برنامه افطاری جور کردیم. خدا واسه برنج و قورمه و گوشت اینا رو با هم جور کردیم. بالاخره به نمازگزارای امروز امشب تقسیم کردیم. شب 21 قبول باشه. تشکر لطف شما. خداوند شما خیر بده. قرار گل. پنج دقیقه دیگه انشالله به نماز افطار آذان افطار داریم. از شما خواهشمندیم که تا اخیر برنامه همراه ما باشیم. یک برنجی و قورمه گوشتی جور کردیم، انشالله به خدمت از اینا تقدیم میکنیم. خدا کنه که شما لذت کافی رو ببرین. تشکری میکنیم از نصر احمد جان بلوچ رحمانی، بسیار لطف کردم. بخیر باشیم، همراه ما باشیم. خب بینندگان نازنین، خدا کنه لذت کافی از این افطاری برده باشیم. تشکری میکنیم بازم از نصر احمد جان گل رحمانی که از کشور امریکا به 2 مسجد سفره افطاری جور کردم. خداوند اینا خیر بده. بخیر باشیم، سلامت باشیم. خدا حافظ و نگهدارش.